آقا مسعود شجاعی میگه چرا پول منو نمیدید با اشکان دژاگر؟ خب از باشگاه بپرسن از من. باشگاه از شما بپرسن. کی باید بپرسن؟ از باشگاه، مدیر عامل باشگاه. نه مدیر عامل که همه کار شمایید. آقا میگن من خبر ندارم. شما چطور میگی که اینجا من مثلا از زیر مجموعه هم خبر ندارم؟ نه من کاملا خبر دارم. نه خبر دارم. شما مگه میشه شما همه کار الان گفتید؟ نه آقا میگم مطلبی که تک تک مطلبی که کار میشه که من نمی‌نویسم. اینم تک تک مثلا یکی از تک تک شما قطعا میدونید مسعود شجاعی و اشکان دژاگر دو بازیکنی که سوگلیاتون بودن یه زمانی خواهید پولشون رو بدید دیگه بندگان خدا. آیه من میگم از باشگاه بپرسید، از مدیر عامل بپرسید دیگه. خب میگه از شما بپرسید. زنگ بزن بپرسید. مدیر عامل که اصلا کاری نیست. همه کار شمایید. بعدش هم منصور از من الان به اصطلاح 3-4 ساله، شاید 4 ساله آره. شاید 2 سال 3 سال اول تراکتور مثلا خودم بیشتر درگیر تراکتور بودم. خب ولی الان 3-4 ساله فقط پولشون رو میدم. من الان شما رابطتون با اشکان مسعود چطوره؟ ارتباط خاصی نداریم ولی به اصطلاح اگه من زنگ بزنم اونا شاید بردارن، شاید اونا زنگ بزنن من بردارم، اونا زنگ بزنن من بردارم. برمی‌دارید؟ آره. چون مثلا میگفتن یه مدت دنبال شما بودن پیداتون نمی‌کردن. هم اشکان میگفت من به هر حال به اصطلاح 1000 تا کار دارم دیگه. خب شما دارن برمی‌دارن دیگه. گیر انداختید توی حوزه فوتبال. خب بعد نه این چقدر طلبشون؟ من نمیدونم اصلا دارن یا ندارن. آقا من میدونم که خیلی چون با مسعود شجاعی مصاحبه کرد خیلی هم با اشکان مصاحبه کردی با مسعود خیلی شدیداً دنبال بودن شما رو پیدا بکنن پیداتون نمی‌کردن. خب الان شما شدید نه با الان اس ام اس داده به من. معمولاً اونایی که طرف ثابت تراکتورن شما وکیل مدافع. نه الان آقا همین الان میتونم بهتون نشون بدم. همین الان به من تکست داد مسعود شجاعی که بیا من دقیقاً داری برنامه رو شخصیش می‌کنی دیگه. آقا بازیکن تیم ملی بوده یکی از بازیکنای بوده کاپیتان تیم شما با باشگاه صحبت کاپیتان تیم شما بوده. خب من اولش گفتم من هوادار فوتبالم اومدم بعد هوادار تراکتورم اومدم اونجا. بله باش